بسیار در مسجد محله ما یک داملو هست، تنها روز جمعه آمده پیش نماز می شود، دیگر روزا نمی آید، معاش بگیرد. آیا این کاری او درسته یا نه؟ البته مقصد وقتی که معاش میگیرد یا وقتی مردم دستگیری میکند به خاطر خدمت میکند. اگر ما از عهده ما خدمت نبراییم، این یقینا هست که ما در پیشگاه خداوند گناهکار میشیم. یعنی من فقط بیام روز همون جمعه نماز خانم به همین برآمدگیم هفته ها مقصد دیگر از مردم و از مسجد خبر نگیرم، بله همون یعنی حساب کنید که شما رنگی که در همون کار یک فریب دارید، یک خیانت دارید. برای همین بهترین میشود که نفرهایی که در مسجد باشن این وقت غنیمت دانن و بهر مردم و بهر مثال بگیم ملتش خدمت کند تا ثواب به دست بیاره. شوهر را تو گفته سخن کنی گناه است؟ نه، گناهی نیست. اگر شوهر مقصد انا ای فیراد کنی، انا تو چیکار کردی سای بگوی، یگان جای گناهش نیست. لیکن اگر خی مقصد احترام کنی، انا نام شمکیف بگیری، گناهگار ندارد. انا لیکن اگر مثال با یگان طریق خوب اگر نام بری یا او ترام با میاد طریق خوب نام برد، با این البته بهترین می شود. بابا جان مرد دستی به خیر نداشته باشد، بخیل باشد، انا زن را هم نگذارد که خیر کند. جایز است خیر کند، در همین حال زن پنهانی خیر کند درسته. مردک مقصد بخیل مرده، انا زن شام نمیماند که خیر صدقه کنه، میگه پنهانی کنم اگر اجازت های. اکو پنهانی به معنی که تو دزدیده کنی اجازت نیست. همین اجازت چه بگیری، اجازت بگیر که مردک یکی مقصد هستی نیستی همین خانه یکون چیزا که بیرون کنیم اجازت های، بگه اجازت های، بعد مقصد درست میشه. لیکن اگر ای مالی خودت باشه حق داری مالی خودت مثال صدقه کنی، ای مالی مردک به اجازت بکن. پیش از خواب کلمه شهادت را خوانی، در وقت خواب جان دهی، این چی می شود؟ البته هر کسی که مقصد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبد و رسول میگه، یا لا اله الا الله محمد و رسول الله میگه، خواب میکنه. اگر در همه حالت خواب جان شد که خداوند گرفت، این همه آخران سخنی بگیم از دنیاش که همون لا اله الا الله بود، علای مهربان در بدل او البته تر داخل جنت میکنه. بهترین است که پای به طهارت خواب کنیم، کلمه هامون بگیم، دعاهای پیش از خوابمون انجام بدیم، بعد خواب کنیم، انشاءالله بهترین میشه. استاد جان التماس با ما راه های مبارزه با شهوت را فهمونید، چون که برای غریبان بسیار سخت است. یعنی در غریبی خواهرای ما هن، برادرای ما هن، خلاص برای پیشگیری شهوت چیکار کردن نکن. اکا در این باب ما همون حدیث پیامبری گرامی من که یا معشر شباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج و من لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء. پیامبر ما گفتن اگر جوان دختری شوهر کن، جوان پسری زن بگیر. اگر شما شوهر کردین و زن گرفتین، شما دیگه با چشم شهوت کسی را نگاه نمیکنین یا در راه زنا نمیروین. اگر به شرط امکانیت شوهر کردن زن گرفتن ندارین، شما روزه بگیرین و روزه مقصد اما غلبه شهوت از بین میبرن. این یک راهی که پیامبر ما به حدیث برای ما تعلیم دادن. ولی نفرهایی که در غریبی هستین و برای شما روزه گرفتن با مشکل هم هست، برای همین اینجا در خواهرها و دادرای عزیز یگانه راهش همین اراده مستحکم دعا، برای که اونجا وقتی مردک مشغولی کار باشد، روزه را یک آدمی میگیرد که بیکاره،
روزه را یک آدمی میگیرد که کارش سبکه. وقتی تا بگاه کار میکنی با شکم گرسنه کار کرده نمیشه. به همین خاطر شما در اراده مستحکم همین چقدر اگر توفیقت زیاد باشه انشاءالله شهوت کنترل کرده میتونی. یا دعا که خداوند فقط یاردم طلب کن که خدای مهربان همین شهوت مرا غم میته. مقصد من قدرتی همین را پیشگیریش ندارم. خدای مرا قوت بده، خدای مرا کمک گفته دعا که انشاءالله از الله مهربان برایت یک فضل برایت یک مرحمت میرسه. راهاش همیه برادر عزیز. خب بابا جان اسم دخترچه مسلمه است، از خوردیش بیمار است، میگن این اسم گذاشتگی با اون نفاریده است، باید اسمش را عوض کنیم. ما چیکار کنیم؟ اسمش را عوض کنیم. یعنی همین گپ هم در مردم ما بسیاره. نامشا مسلمه مانده است، همین نام گویا که برداشت نکردیست. یا نامشا محمد میماند، مقصد همون فرزند بیمار میشود و در او مسئله میتن که نامشا عوض کنی. این گپ تماما اصل نداره. بیماری کودک این با مقدرات کودکه. برای همین این گپ ها را هیچ وقت نزن. این گپ ها یگان اصل نداره. این گپ نادرسته. نام اگر عوض هم کنی مقصد دردی او را تو گرفته نمیتونی. برای همین به این سفسطه ها باور نکنی. فقط تبابت کنین، فقط دنبال همون تبابتش باشین. صحت چی صحت میشود، نشید همه شای نزد الله های. این به نام وابستگی نداره.